ادیت ویدیو تو تموم کردی و میخوای اکسپورت بگیری یا همون خروجی گرفتن، ولی یه دفعه میبینی که تایم میاد 7 ساعت 8 ساعت. اگر سیستمت ضعیف باشه این تایمو حداقلش میده دیگه بهت برای خروجی گرفتن، مخصوصا اگه یه فایل سنگین 2 گیگ 3 گیگ داشته باشی، مثل ویدیویی که من خودم ویدیوهام بالای 600 700 مگه و تا 2 3 گیگ هم میرسه. و برای اینکه تایمش طولانی نشه چند تا تکنیک بهتون میگم که میتونید خیلی بیاریدش پایین تایمشو و از 7-8 ساعت بکنیدش دیگه حد اکثرش 2 ساعت. بریم توی پریمیر تا بهتون اون نکته رو بگم و تکنیکاش. اولین تکنیکش اینه که برید رندر بگیرید. رندر گرفتن که دیگه همتون بلدید و حتما هم باید بگیرید و اینو هر تدوینگری میدونه. برای اینکه یه دونه رندر بگیرید روی اینتر، روی کیبوردتون هست اینتر، روی اون اینتر بزرگه میزنید، اونی که بالای شیفت هست، یه دونه میزنید روش و اینجوری رندر میگیره. حالا مثلا مال من 685 چون که چیزی روش نیست و یه ویدیو خیلی خام هست و از این بک‌گراند موشن هست، موشن بک‌گراند میشن تو یوتیوب بزنید تو دانلود بکنید. اگر که شما مثلا روش ادیت زیاد انجام داده باشید مثلا بالای 2-3 هزار تاست که به 20,000 اونور رو میرسه و اینکه اینجا هم تایمش رو میزنه. الان زده 18 17 16 15 14 13 اینجوری باید صبر بکنیم تا تموم بشه این. حالا من اینجا صورتشو دیگه فکر نکنم صورتشو نمیخواد زیاد بکنیم، آخراش 5 ثانیه بیشتر نمونده. صبر میکنیم تا تموم بشه. تموم شد رنده. الان میبینید بالاش ثبت شد. ما الان تایم ویدیومو خیلی الان اکسپورت گرفتنش اومد پایین، شاید همین 20 دقیقه بیاد پایین. بعد میایم روی سکونس یا سکانس میزنیم، روی سکونس ستینگ میایم اینجا روی کاستوم میزنیم، فریمش که فرقی نداره پایین تر باشه حجمش هم میاد پایین. بعد میایم اینجا اینو میذاریم روی کویک و کدکش هم میذاریم روی اپل پرورس 422 روی این میذاریم، اوکی میکنیم، یه اخطار میده، روی اوکی میزنیم. بعد کنترل ام میزنیم تا بریم روی خروجی گرفتن. شورتکات همون اکسپورت میشه کنترل ام. اینجا تنظیمات خروجی گرفتنتون رو که انجام دادید میاد اینجا یوز پریویوس رو میزنه اگه درست گفته باشم. این چی کار میکنه؟ اونجا بود که رندر گرفتیم دیگه نمیاد اینجا رندر بگیره یه بار دیگه و فقط خروجی میگیره. اینجا هم که میتونید اینو بزنید یا نزنید فرقی نداره و شما با همین کار خیلی تایم خروجی گرفتنتون رو میارید پایین.